افشای رازهای جدید کنسرت آریانا سعید با چشمان بسته. آریانا سعید چرا بار دیگر عینک بر چشم می کند؟ افشای رازهای جراحی صورت آریانا سعید و تغییر شکل آریانا بار دیگر. آریانا سعید و آسیب چرا در این مدت از صفحات مجازیشان به دور بودند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان بی‌بدیل، مشهور و ناماشنای کشور است که شهرت و محبوبیت رسانه‌ای خاصی دارد. آریانا سعید در میان هنرمندان افغان لقب هنرمند خوش صدا را از آن خود کرده است. آریانا سعید با آسیب سعید مدیر برنامه‌های کاریش در سال 2018 به طور رسمی در جریان اجرای کنسرتش در استرالیا نامزد شد. اما تاکنون آریانا سعید با آسیب ازدواج نکرده است، اما بارها آهنگ‌های آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. چند مدت می شود آریانا سعید کاملا از پرده رسانه ها به دور است و دیگر آهنگ برای دوزاران و طرفداران صدایش اجرا نکرده است. این همه در حالی است که آریانا سعید هنرمند خوب کشور صورتش را بار دیگر جراحی کرده است و به همین دلیل آریانا کاملا از راه هنر موسیقی به دور است. تازه آریانا سعید در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. آریانا سعید در تازه ترین کنسرتش در کشور سویدن بار دیگر با عینک ظاهر شده است که مورد نقد شدید علاقمندان و دوزاران صفحات مجازیش شده است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این هنرمند با استعداد و خوش صدای کشور خواهیم بود. عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و آسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.